سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. اومدیم با F-15 ایگل آمریکایی و خب سناریو اینجوریه که F-10 ببخشید A-10 ما اومده برای پشتیبانی هوایی نیروهای زمینی و خب یه دسته پروازی از میگای 29 سر اومدن که A-10 ما رو بزنن. خب ما هم اینجاییم که جلوشون رو بگیریم. توی بله توی رادارم دیدمشون. سویچ میکنم تو TWS. خیلی چسبیده به من، یه ذره بیام نزدیکتر میتونم رو هر ستاشون لاک کنم و شلیک کنم. پیاسان سروستان هستیم و شکای من ایملاین بیه، برای همین یه مقدار نزدیک میشم بهشون. خطرناک چون میتونن به R27 بزنن. تقریبا تو یه رنجن اگه R27 پیشرفته تر رو داشته باشن، اگه نه که همین. خب هنوز خیلی چسبیده به هم پرواز میکنن. میتونم به هر ستاشون لاک داشته باشم. به نظر میاد آن دارن جدا میشن. صداشون هم داره نزدیک میشه به هم. بتونم الان روشون لاک کنم. برای سومی اگه ظاهر بشه سومیشون ارتفاعشو کم کرد کنم، چون الان نمیتونم ببینیم اشتباه دار. من سومیش هم دیدم. رو سومی اول لاک میکنم. به هر ستاشون لاک کردم. بریم و بهشون نزدیک بشیم با تمام سرعت. یه فاصله حدود 30 مایلی هستیم. نه چون زیادی نه، یواش یواش هم میان توی رنج. خب داریمشون فاکس تری هر ستاشون رو بهشون شلیک کردم. یه مقدار صبر میکنم تا قفل راداریم رو بشکنم. نزدیکتر از همه رو لاک میکنم روش. خب یکیشون خورد اسپلش. این که جلوتره احساس کنم داره میره برای A-10. این بود که سقوط کردی چی؟ این برای بقیهشون Maximum speed. سرعت هم زیاده. Maximum speed. دوتاشون تا حالا پر کشیدن. سومی هم پر کشید.
speed. Maximum speed. ایزی ایزی، تمام تمام. آقا خیلی ممنون که این ویدیو کوتاه و نه چندان سخت رو تماشا کردید. واقعا انتظار نداشتم به همین راحتی تموم بشه، ولی خب امیدوارم لذت برده باشید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.